سیلوم، چطورین بچه ها؟ امروز دارم میرم بیرون برف بازی. برف اومده ولی خب تو شهر هیچ برفی نمونده. این هم مناظریه که دارم بهتون نشون میدم، فقط لذتش رو ببرین و همچنان با من همراه باشین. اینجا هم روستامونه که رسیدیم برای برف بازی و قندیلا رو نگاه. اینجا همکارای بابام دیگه رسیدن و داشتیم آماده می شدیم که بریم بالای کوه تیوب سواری. اینجا هم حجم برف و کوه رو مشاهده میکنید که داریم میریم بالا. اینم پسر همکار بابامه که اینجا رو میبینید زورت برف رو کامل زد تو دوربین. منو مشاهده میکنید که به 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 چه سرسره سواری میکنه این بازیکن و زارت پخش زمین شده. حجم برف رو ببینید شما، تا ساق پای من داشت برف میومد. آتیشم که نکته اصلی هر برف بازیه. اینم ناهارمونه که مرغ و سیب زمینیه.